ساکن جماعت دهاتی به نام جوره رحمانفی شهر ترسونزاده محمدجان مصطفی به سن سال خود نگاه نکرده تا حال روز خود را از مهنت آغاز و با مهنت انجام می‌دهد. او خوجگی دهقانی محمدجان را 10 سال قبل در قطعه تشکیل نموده است که یک قسم زمین‌های آن از گردش کشاورزی بیرون مانده بود. همه فرزندان و نبیرگان پیشه بابایشان را انتخاب نمودند، نازکی‌های کسب او را از خود می‌نمایند. 7 گهتر به همه 12 اویلاوی کار کرده شدیم. حاصلا من دیگه دولت رو برای میکنیم. اما با حلدیل یخ دان داریم و وقتی زمستون به همه هم نیت موقع همه نرخ بازار ارزان شود. بسیار شود یفته. 4 تا حلدیل نیستم. ما اکدو داریم 6 کسیم. همه 150 تن 130 تن انگور 6 کس وای میکنیم. همه زمستان باید حرکت ما همه که همین نرخ بازار ارزان کنیم. در حدود جماعت دهاتی به نام جوره رحمانفی شهر ترسونزاده زیاده از 300 خوجگی‌های خرد دهقانی تشکیل یافته است و دهقانان اینجا از زمین حاصل دلخواه میگیرند. محمدجان مصطفی ابراز می‌دارد که اگر دهقان در حقیقت مهنتی صافدلانه نماید از هر گکتر تا 50 تن حاصل به دست می‌آورد. فقط مهنت سخت کردن دور کرد. همه هر روز هر زمینه تا میخوریم که اگر دهقان باشد همه دهقان با درآمدگی وقتشته همه درخت گپ میزند. من با آب در کار، من با دارو در کار یا که من با خاموتا کردن در کار گفته ای گپ میزند. اینا فهمیدگی در کار. هر زمینه هر روز هر زمینه تا میخوریم اینجا میبینیم اینجا بچه‌ها گپ میزنیم که آب میماند یا جو دارو زند یا که با مثلا خامتاک زند. این بسیار کار سخت طلب میکنه که تا ماه مرد تا ماه دیکه برده همه 13-14 تا آدم همه قطعه آوره. امسال برای دهقانی خوجگی دهقانی محمدجان جماعت دهاتی به نام جوره رحمانفی شهر ترسونزاده سالی بابرار آمده است. از حاصل پمیدور و بادرینگ و پیاز و کارتوشکا نیز حاصل دلخواه به دست آورده است. دهقان اصلی منطقه در عزم آنند که با به دست آوردن حاصل بلند و با صفت سبزوات و میوه‌جات در تامین امنیت عضوقواری مملکت حصه‌گذار باشند.